وزارت تندرستی تاجیکستان خبر داد که تا 27 اپریل سال 2020 در عموم 5,210,943 نفر یعنی 93% شهروندان مملکت به واکسیناسیا به ضد بیماری کرونا ویروس کووید 19 فرا گرفته شدند. وایه دوم واکسن را تا سانحه ذکر گردیده 5,053,778 نفر یعنی 90.3% شهروندان مملکت گرفتند. به وایه سوم واکسن 2,019,226 نفر یعنی 36.1% شهروندان مملکت فرا گرفته شدند. چنین به نظر می رسد که صورت واکسینگیری در این اواخر سست شده است. در یک هفته اخیر به شماره آنهایی که وایه اول گرفتن همگی 8,000 نفر افزوده، شماره آنهایی که وایه دوم واکسن را گرفتند 5,000 نفر بیشتر شده است، ولی شماره آنهایی که به وایه سوم واکسن ضد کرونا ویروس فرا گرفته شدند 263,000 نفر افزوده از مرز 2 میلیون نفر گذشته است. با مقصد امکانی ساکنان و پیشگیری بیماری کرونا ویروس به تاجیکستان تا امروز قریب 15 میلیون وایه واکسن استرازنیکا، کروناواک، مدرنا، پفایزر و سپوتنیک وی آورده شدند. همه این واکسینه ها توسط مکانیزم بین المللی کوواکس و کمک های بشر دوستانه یعنی به صورت رایگان به تاجیکستان داده شدند. با قرار ستاد جمهوریوی مبارزه با کرونا ویروس از 3 ایول سال 2021 گرفتن واکسن ضد این بیماری برای تمام ساکنان سنشان از 18 بالا حتمی می باشد. شماره آن ساکنان تاجیکستان که باید حتما از کرونا ویروس واکسن بگیرند نزدیک 5.9 میلیون نفر تشکیل می دهد. وزارت تندرستی تاجیکستان از 15 فوریه سال 2022 به این طرف یعنی اینک پیش از 2 ماه باز یگان مورد نو گرفتاری شهروندان به کرونا ویروس را در جمهوری ثبت نکرده است. از اول پاندمی بنا به امور رسمی در تاجیکستان 17,388 مورد گرفتاری به کرونا ویروس آشکار گردیده، از این شمار 17,264 نفر شفا یافتند ولی 124 نفر متاسفانه قربان این بیماری قتل شدند. منتقدان شماره واقعی گرفتار شدگان و قربانیان کرونا ویروس را در تاجیکستان خیلی بیشتر از آمار رسمی وزارت تندرستی می شمارند.